آسیاро با 3 شیربچه‌اش 2 هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این 4 جانور از لحاظ روحی هنوز پورا به خود نآمدند. همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفتهشان از موشک و حمله به سرنشینان است. آسیاро در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دونتسک اوکراین پیدا کردند. ҳангоми озод кардани ноҳияҳои ғасб шуда артиши мо баъзан ҷонварони партофташударо пайдо мекунанд ки дар қафас беобу ғизо мондаанд. پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا با نجات و رها کردن جانورانی مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحبی را می بینند باید به او زنگ زنند. мошини мо бо қафас ва дорӯи мадҳушкунанда муҷаҳҳаз ва пурра омода аст. вақте касе ба ман занг мезанад фавран ба роҳ мебароям. جانوران را اول به کیف به مرکزی پوپوا می آورند. بعد یک مدت карантин آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان می برند. یک مدت در اینجا نگهداری می شوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یوز گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهادی کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند. زیاده از 200 درنده‌های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع‌های دیگری پلنگ و گربه‌ها و درنده‌های خرد به مثل روباه نجات یافتند. تا زمان پیدا شدن مکان دائمی بودوباش برای این جانوران آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل 2 خرس از اوکراین به سفری نوبتی آمادگی می گیرند. ما آنها را به سفر نوبتی تیار میکنیم به رومانیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمیتوانیم زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم. 3 پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان میفرستند. شیر آسیا و بچه هایش نیز الکی جای خود را پیدا کردند. ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یورکشیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها اویلوی به این مکانی زیبا می روند. انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. به ناتالیا پوپووا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک می کنند.